درود، چطوری رفقا؟ خب همونجور که از تامنیل و کاور اینستاگرام معلوم بود، من داخل اینستاگرام یه سایتی معرفی کردم که الان دارید می‌بینیدش. یه سایتی معرفی کردم که میتونید باهاش لوگو موشن بسازید. باش کارهای دیگه هم میشه کرد، ولی خب لوگو موشنش رایگانه و ابزار لوگو موشنش رایگان تره و حالا سایت خیلی کاربردی و خیلی خوبی هم هست. میتونید ازش استفاده های مختلفی بکنید و زیاد محیط پیچیده‌ای نداره، ولی خب فکر کردم شاید بعضیاتون نتونید ازش استفاده کنید و تصمیم گرفتم که براتون یه آموزش ثبت کنم. ولی اگه صدای مزاحم هم شنیدید به بزرگی خودتون ببخشید. خب برای اول کار روی این گزینه میزنیم. البته نمیدونم شاید ترجمهش کرده، ولی خب ببینید وقتی که روی این دو نقطه سمت راست بزنید و حساب درست کنید، با همچین صفحه‌ای روبرو میشید و روی استارت میزنید و روی ویدیو میزنید، ویدیو، و از این قسمت سرچ می‌نویسید لوگو موشن و حالا روی این ضرب بینو میزنید و جستجو میکنید. خب بعدش میبینید کلی یعنی خیلی براتون لوگو موشن آورد که چندین صفحه هم هست و میتونید ازشون استفاده کنید، هر کدوم به صلاح خودتون. و مثلا من از این استفاده میکنم، روش میزنم و این قسمت آبی رنگ روش کلیک میکنم. سرعت نتم الان جایی که هستم خیلی بده و سردم هست. خب الان یه همچین صفحه‌ای میاد، خب که شما روی این گزینه میزنید ادیت و ادو میزنید. وقتی ادو زدید میتونید از داخل فایلاتون یک تصویر انتخاب کنید که با حتما پی ان جی باشه، چون پی ان جی نباشه خوب در نمیاد. و برای پی ان جی کردن حالا لوگوتون رو بندازید داخل یه برنامه‌ای که مثلا بک‌گراند هست. مثلا من خودم از این استفاده میکنم. خب و از این قسمت هم میتونید فقط آیدی یا چیزی که میخواید اضافه کنید. فعلا من روی این میزنم و عکسمو انتخاب میکنم، لوگومو انتخاب میکنم. از این سه نقطه بالا میزنم و گالریمو انتخاب میکنم. خب حالا لوگومو انتخاب کردم. اگه دیدید تو همین ابعادیه روی این منهای سمت چپ بزنید. خب حالا فکر می‌کنم خوب باشه و روی این قسمت آبی کلیک میکنید. خب حالا بعد چیکار کنید؟ میذارید تا تصویری که براش فرستادید آپلود بشه براش. خب آپلود شد. حالا تنها کاری که نیازه اینه که روی این قسمت بالا این علامت مثلثی شکل رو بزنید. وقتی زدید این قسمت دومی رو بزنید HD 720 اکسپورت. خب وقتی زدید یکم طول میکشه تا براتون آمادهش کنه. زیاد نه، در حد 1 دقیقه. همونطور که گفتم رفقا جای مناسبی نیست، من خیلی ضعیفه و خلاصه یه تصویر میاره. خب بعد از اینکه ویدیوتون رو درست کرد فقط کافیه دستتون رو روش نگه دارید تا بالگیریش کنید. همین راحتی. چنل رو سابسکرایب داشته باشید که قراره کلی آموزش خفن براتون بذارم.